نام من مصطفی سنجرا است. من در اوهاوا به دنیا آمده و در یک مکتب روستایی دور از شهر تربیت شدم. در خانواده‌ای که زندگی میکردم از جورجیا بودن. اونا قاچاقبر بودن و پدرم در بخش بسیار معروف است. پس او بسیار به دین پایبند نبود، اما مادرم یک راهبه کلیسا بود و بسیار در کلیسا می بود. من به عنوان یک نوجوان در اوهایو در کنار درسای دیگه به درسای اسلام گوش میکردم. عیسی روح الله. من کم کم به اسلام علاقمند شدم. قسمی که تدریس میشد. بعد از او زندگی نامه و سفرنامه ماکرومکس را خواندم. راستش تنها زندگی کردن نمیتونستم و تا که وارد نظام شدم. من متربان 2 طیاره‌وان جردینی بودم. همین اولین معرفی شدن واقعی من به اسلام بود. فکر کنم رمضان بود و اونا روزه میگرفتن، نماز میخواندن. اونا تمام چیز را برای من توضیح میدادن. در آن لحظه از پیش اونا دور رفتن نمیتونستم، به خاطر که سوال کردم شما باید به عربی عبادت کنن. یکی از کورنلا گفت بله باید به عربی باشن، باید به عربی باشن. از اونا سوال کردم که الله چه زبانی را انتخاب میکنه که من گپ زدن نمیتونم و نمیفهمم. پس برای مبهم ماند و خدا فارغ نتونستم. من یک زن را که نامش مریامو بود ملاقات کردم. او یک زمان دوست زنم بود. او بعض کارهای خانه را انجام میداد و با ما گپ میزد. او قرآن برام معرفی کرد. انجیل خوانده بودم و بعض قسمت‌های او را حفظ بودم. وقتی تمام قرآن خواندم دور خبرم نمایان شد. او مرا در مرکز برد و ما کلمه شهاده را خواندم. در اونجا اکثریت فرانسوی گپ می‌زدن. پس تعداد زبان وجود داشت، فقط عربی یا آلمانی وجود نداشت، بلکه فرانسوی هم بود. در اون زمان به اندازه کافی یاد نگرفتم. وقتی که از نظام در سال 1989 خارج شدم و به خانه پس آمدم، در جایی که پرورش یافته بودم با جمع بزرگی از مسلمانا یک جای شدم. بهتر از این الله رشته برادری را برای یادگیری من انتخاب کردن نمیتونست. بزرگترین مانع برای من پدرم بود. پدر منحرف ما. فکر کردن درباره او احساس مرا خراب میکرد. او مردی بود که پرورشم داده بود و نام خود به ما داده بود. در او زمان نمیخواستم که او خبر شود که ما چی میکنم، به خاطر که یک بار از ما سوال کرد. متفاوت به نظرم میرسم که چی جریان داره. با او گفتم که مسلمان شدم، نام خود تغییر دادم. او گفت چرا خواستی مسلمان شوی؟ چرا یگان راه دیگر انتخاب نکردی؟ قاچاقبرا میقسم زندگی میکنن، چرا یگان راه دیگر انتخاب نکردی؟ فقط به خدا اعتقاد داشته باش، یگان راه را پیش نگی، یگان راه خاص انتخاب نکو. گفتم همین راه اعتقاد به خدا است، همین راه پیروی از خدا است و الله این راهنمایی را برای ما فرستاده است. این همان الله خاص است که ازش پیروی میکنم. او تقریبا 2 هفته همراه ما گپ نزد، هیچ گپ نمیزد. وقتی من زنگ میزدم جواب نمیداد. بعد از 2 هفته گفت ای کاش این کارا نمیکردی. محبت بالای تمام چیزا غالب میشه. اگر او را دوست داشته باشن، اونا شما را دوست می‌دارن و اونا خود به خود شاید قار کنن، اما چیزی را که شما پذیرفتن اونا نیز میپذیرن و این فقط کار دوست داشتن است. و من فکر میکنم که این محبت الله می باشه یا محبت والدین نسبت به اطفال، خواهر، برادر، اقارب، همسایگان و دیگران می باشند. سال گذشته الله مرا کمک کرد تا خانواده خونی خدا پیدا کنم. وقتی فهمیدن من مسلمان هستم یک کم فاصله گرفتن. به خاطر که من نمیفهمیدم چطور نمایان کنم، عمل کنم، چی بگم، چی کار کنم. به هر حال به زودترین وقت رابطه اونا را با خود خوب ساختم. بازم میگم تنها را محبت است.